توضیح دادم که خیلی ویو نگیره. لطفا برید نگاش کنید ویو نگیرید. بعد شما برید جهاز رو خیلی صاف هم نه، هر جایی میتونه باشه، فقط یکم صاف باشه. بعد که شما اینجا رو پیدا کردید میتونید صافه مشکلی نداریم. الان من میرم مسئله مطمئن میشم بچه ها وسایل مورد نیست. این چیز نیست. یادداشت کنید. هاپر یه واسه دو واسه آب، یه آبی نهایت درست کنید. بعد از اینا که برید روش AFK کنید، تراکتور چست، همین چیز. بعد شما باید این چیزا رو بندازید تو جیبتون. بعد من صبح کنم. بعد شما میدین یه دونه چست، دوتا چست اینجا، دوتا چست اینجا، شیفت میگیری. این چیزا رو درست کنم. از کاری چی کردم؟ بلش کن. شما شیفت میگیرید میزنید. بعد این فرم همین دوتا بلاک. بعد شما میاید این بالا بازم شیفت میگیرید میزنید. بخشید شیفت میگیرید میزنید. شیفت میگیری. بعد شما این کار کردید به من الان اینم بذارم. این درصد پاکستان رو دارم. که شما اینو درست کردید، باید بیاید اینجا 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 طولانی نشه. دور تکرارشون دو ردیف میکنید، یعنی یه دونه دیگه من دوباره میکنم.
بعد که شما این کار کردید میاد اینجا یه آب میزنید. یه آب. این آب باید تا این لبه اینجا، نه بیشتر نه. اگه کمتر اومد یعنی اشتباه، اگه زیادتر اومد یعنی اشتباه. من ببینم همش درست. الان شما باید بیاید اینجا این چهار گوشه رو تموم پر، این تا اینجا پر، تا اینجا پر، اینم تا اینجا پر، اینم تا من ویدیو راستو نکنم که دوباره زیاد من ویدیو بعد که شما اینجا رو درست کردید اونطوری اینجا درصد راه رفتید. باریکلا میاد این گوشه به عمق دورگی ادامه همینطور دور تا دور زمین رو دور تا دور بدن همینطور دورستو میکنه. که شما اینجا هم گذاشتین 90% کار رو رفت، فقط 10% منطقه اونم سخت بشه. میاد این گوشه اینو میزنی، اینو میزنی، اینو میکنی. بعد این تمام دور تا دور وسط هر جا که میبینید بذارید. بره واسه بشه برم واسه چند داشتم اینجا رو درست میکردم یه چیزی یادم افتاد. باید شما اینجا تراکتور بذارید. ببخشید دیگه یادم نبود. اینجا باید تراکتور بذارید. گفتم آخر بهتون بگم نگفتم همین الان. باید اینجا تراکتور بذارید. بعد اونطوری طرف همین کارا دو طرف هر چهار لوله رو دو طرفشون دارم. ویدیو رو دوبارش وقتی شما این لبه هم گذاشتید ببخشید این لبه آوری کنید برید سختتون رو کامل کنید. دوباره ویدیو رو استوب میکنید. باید چهارشما الان به ترچ احتیاج دارید یا اون مشل. این مشل رو باید شما همین زیر بزنید که نورانی بشه. میخواید این زیرم تراکتور بذارید مثلا کلیپری چیزی میاد دهنتون سرویس نکنه. اینجا من تراکتور میذارم که دهنمو سرویس نکنه. الان شما فقط مونده اون بالا هم تارک بذارید. یک کار تموم. فقط باید یک کار انجام بدید. این که این ترشا رو بذارم. شما باید 80 تا از اینا بذارید. یعنی که من الان 64 تا دستم دارم. 64 تا چند تا دیگه میشه 80. باید 76 تا 76 به اضافه 4
باید 76 تا بیارم. 76 تا بیارم. یه استک و 6 تا. الان من باید بیام اینجا اینو بزنم 60 تا بیارم. 60 تا ببخشید. من میخوام فقط 10 تا شد، یعنی 18 تا به 2 تا. من باید 2 تا منفیش کنم. یه دونه دیگه. الان باید 76 کنم. 2 6 این استک. این الان باید بکنم. بلش کن، شما هر چقدر دوست داری فقط 80 تا باشه بذارید. من اینجوری 80 تا 10 تا ازش کنم. 10 تا ازش کنم. همینطوری 10 تا 10 تا 1 2 3 4 5 6. من باید 4 تا کم کنم. 1 2 3 4 5 6 7. فقط یه دونه دیگه. 8. ببخشید بچه ها. الان اونایی که استک نیستن میندازیم. الان من سروایول میکنم. بعد یه تیکه رو انتخاب کنید. 80 تا بذارید. 1 2. اینا نمیخواد بشمارید چون 80 تا هست. همینطوری بشمارید برید بالا. فقط این بامبو میخواد. کنم بس. آره شما 80 تا رو بذارید. من این استک چجوری میخواد؟ بکنید یه دونه برم جلو. الان میام. شما باید FG کنید دیگه. ببینم چرا من خرید کنم.
دیدی خفاش اونجا چیکار چجوری رفت چرت و پرتی ببینم هم ما بشبان شده حالا من کار نمیکنم ولی ما شما صحبت کار میکنه نمیدونم چه اتفاقی ببخشید بچه اینترنتم ضعیف بود. ممنون که این ویدیو رو تا در نگاه کردید. برای لایک و کامنت بذارید دمتون گرم. همین بنویس دمتون گرم. ممنون که این ویدیو رو دیدید. حتما برید ویدیو فارم آهنم ببینید. خیلی ویدیو توپی بود. خدا نگهدار.